کرد، بهش میگفتم معتاد میشی، معتاد میشد. اون پیرمرد رو برای چی کشتی؟ چون نمیمرد، یعنی خودش نمرد. میدونی 95 سالش بود، بعد کل مرضا هم داشت. آوردنش پیش من پیشگویی کردم که این تا چند وقت دیگه میمیره. هی ما صبر کردیم، نمرد دیگه، داشت آبرومون تو محل میرفت، اعتبارمون داشت به خطر میافتاد. مجبور شدیم بردیمش طبقه دوم، از پنجره یهو افتاد، خودش افتاد مرد. بعدم که کارتون رو گسترش دادین. بله دیگه دیدیم درخواست زیاده و مشتری هم فراوون، یه مؤسسه غیبگویی زدیم. بعدم که زدی تو کار انرژی درمانی. دیگه علم پیشرفت میکنه و ما هم دیگه انرژی درمانی رو شروع کردیم. الان شما کجاتون درد میکنه؟ من با انرژی داغش میکنم. چند نفرم شکایت کردن که به بهانه انرژی درمانی اخفالشون کرده. نه اون شایعه است، واقعا شایعه است. ببینید میادن پیش من، بعد من انرژی بهشون میدادم، میگفتم خونه‌ام رفتین به من فکر کنین، من از راه دور بهتون انرژی میدم. بعد اینا میرفتن خونه، خیلی به من فکر میکردن دیگه، هی به من فکر میکردن، تمرکز میکردن دیگه، انقدر به من فکر میکردن من خوششون میومد، خودشون رو اخفال میشدن. شکایت کردن یکیشون توی بیمارستان مستری شده. بله اون اومد پیش من، گفتم که رفتی خونه به من فکر کن. بعد رفته بود خونه، چهره من یادش نیومده بود، هی فکر کرده بود چهره‌های دیگه اومده بود تو ذهنش، قاطی کرده بود دیگه، الان تیمارستان. یکیشون هم که فوت کرده. اون دیگه خیلی به من فکر کرد، فکر تو فکر رفت. من انرژیم خیلی زیاد بود، خودم نمیدیدمش، فکر کنم ته گرفته بود تو خونه. اون یکی که گم شده چی؟ اون رو من میخواستم مسیر زندگیشو عوض کنم، بعد فکر میکنم توی دور برگردونی چیزی اشتباه رفت دیگه، منم ندیدمش واقعا. خالت چرا خفه شده؟ خالم، من از بچگی عاشق کار دیوید کاپرفیلد بودم. یه آکواریوم پر آب کردیم، خالمو زنجیر کردیم انداختیم تو آکواریوم، گفتیم که خاله یه دقیقه وقت داری که زنجیر رو واکنی از آب بیای بیرون ولی خفه میشی. بعد نشستیم یه 2-3 ساعتی نشستیم دیگه، نزدیکای صبح بود، گفتیم آقا مثل این که نتونسته بود باز کنه دیگه، خفه شد. بله خفه شد متاسفانه، ولی شب خوبی بود. خواهر زنتو چرا نصف کردی؟ اون یه کلک قدیمی کریس آنجل بود. من با خواهر زنم صحبت کردم، گفتم تو که ژیمناستیک کاری، این تابوتو میذاریم ما، بعد که درشو بستیم تو خودتو تا کن، ما تابوتو هم وسط نصف میکنیم. و چی شد؟ موقعی که جیغ زد فهمیدم که ژیمناستیک کار نبوده، بسکتبالیست بوده. نصف شد. بله ما سری بردیم دادیم بخیه کردن. دیروز سومش بوده. بعد بخیه کردن. شما به اینایی که بدبخیه میکنن رسیدگی نمیکنید؟ برو گم شو بیرون. اگر از محتوا لذت بردید لطفاً با یک لایک اعصاب سریع از ما حمایت کنید.